سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. ما امروز اومدیم با آموزش برنامه اگزاگیر شبیه ساز ویندوز یا اندروید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خب بریم برای آموزش. بعد نصب برنامه اولین کاری که میکنیم اینه که میایم توی این بخش منیج کانتینرز، توی علامت مثبت کلیک میکنیم، ورژن واین رو انتخاب میکنیم تا کانتینر ساخته بشه. بعد منوی کانتینری که ساختیم رو وا میکنیم، یه ستینگ میزنیم، رزولوشن رو انتخاب میکنیم. من همیشه میزنم روی 1280 در 720. خب این قسمت رو بسته پردازندتون باید انتخاب کنید. این ستای اول برای همه پردازنده هاست، این ستای آخر هم فقط مخصوص اسنپ دراگونه. من پیشنهاد میکنم اگه پردازنده رو اسنپ دراگون نیستش این گزینه رو انتخاب کنید، و اگه اسنپ دراگونید یا DXVK رو انتخاب کنید یا DXVK DRI3. خب بعد اینکه ستینگ رو انجام دادیم میریم به بخش دسکتاپ. این علامت ستینگ هم گوشه صفحه برای اینه که مثلا لوکیشن رادیو انتخاب کنید که مثلا چه پوشه ای از گوشیتون باشه، یا مثلا کنترلر روی صفحه رو انتخاب کنید، فیکس کردن صدا، و اگه صفحتون سیاه بود بیاید این تیکو میزنید، ممکنه مشکلتون برطرف بشه. خب ما چون DXVK بودیم از همین اولی استفاده میکنیم. وقتی این بخش اومد یه سری برنامه مورد نیازه این سالو میزنیم. فیلتر شکنتون هم روشن باشه واسه این بخش. خب ما اینجا وارد منوی برنامه شدیم، یا همون محیط شبیه ساز شدیم. درایو دی همون فولدریه که انتخاب کردیم. خب بیشتر کاری که ما داریم توی این منوی استارت، مثلا این بخش بوست که برای وایندی تیریه یا هم همه پردازنده، ما چون DXVK این باش کاری نده. از بخش اینستال چون ما رندرمون رو DXVK انتخاب کردیم روی این گزینه میزنیم. بهترینشون همون دوه. اگر میخواستیم مثلا دایرکت ایکس نصب کنیم یا مثلا دات نت و ویژوال سی پلاس پلاس فیکس، نمیدونم اگه صدای بازیتون باگ داشت، مثلا عقب جلو بود، مثلا خشخشاش، اینا رو تست میکنیم. اگه ویدیوهای بازی براتون نمایش داده نمیشد این کدک ویدیو رو نصب میکنید. اگه هم که مثلا رندرتون DXVK نبود باید یکی از این وایندی تیریا رو نصب کنید. من پیشنهاد میکنم همیشه مثلا از این فیکس ها استفاده کنید، 7.2 فیکس، 7.8 فیکس. خب
اینجا هم یه سری برنامه کاربردیه، مثلا 7 زیپ و نمیدونم تست جی پی یو و تم و نصب کورفونت و مثلا اگه نوشتای بازی براتون نمایش داده نمیشد این کورفونت رو حتما نصب کنید. پینت و نمیدونم پوینتر استیک و این بخش ریجستری بیشتر توی وایندی تی دی به کار میاد. مثلا این CSMT مثلا ممکنه توی سرعت بازیتون تاثیر داشته باشه، یا مثلا ویدیو مموری نشون میده مثلا چند گیگ رم دارید، یا مثلا اسم جی پی یو تون رو انتخاب کنید. اینم که همونه. این مثلا برای دیلی کوچیک ایجاد کردن، یعنی دیلی 40 ثانیه‌ای که مثلا کورای سی پی یو تون رو برای برنامه‌تون انتخاب کنید تو تسک منیجر، چون وقتی بازی رو اجرا میکنید همون موقع اجرا میشه. این باعث میشه مثلا 40 ثانیه زمان داشته باشید که بتونید کورا رو انتخاب کنید. این قسمت هم آموزش رو جدا توی کانال گذاشتم. این قسمت واین جی ال برای درایورمونه. این تونیپ زد لینک مخصوص اسنپ دراگونه. اگه DRI-3 رو انتخاب کرده بودید نسبت به نوع جی پی یو تون، مثلا اگه آدرنو سری 600 مثلا اینو انتخاب میکنید برای DRI-3. اگه مثلا سری 700 اینو انتخاب میکنید. خب چون ما DRI-3 نبودیم و سری 600 جی پی یو مون میایم روی این گزینه. همیشه سعی کنید از فیکس ها استفاده کنید. مثلا این نسخه جلوش نمیشه فیکس، باگایی کمتری داره نسبت به بقیه. خب این واین تولز هم که مثلا برای همین تی اف ام یا همون فایل منیجرمونه که الان داریم ازش استفاده میکنیم. یه جدید برای ریجستری ها، تسک منیجر که میتونیم برنامه رو ببندیم یا مثلا سی پی یو همون رو برای ست کنیم توی این قسمت. مثلا از سی پی یو 4 تا 7 استفاده میکنه. این قسمت واین سی اف جی هم که اینجا ورژن ویندوز رو تغییر میدید. قسمت لایبرری واسه فایل DLL گرافیک، نمیدونم رزولوشن دسکتاپ و اینا. این قسمت برای تم و عکس پس زمین و ایناست. این قسمت هم که واسه درایو، واسه اگه درایو جدیدی بخواید اضافه کنید از این قسمت اضافه میکنید. این قسمت برای صداست. این قسمت هم ورژن واینتون رو میزنید که ما همون 8.2 انتخاب کردیم. خب دوستان، آموزش ما اینجا به پایان میرسه. لایک و سابسکرایب یادتون نره که باعثی که ما با قدرت بیشتری ادامه بدیم. خیلی دوستتون دارم. خدا حافظ.